مدیتیشن پاکسازی و تعادل چاکرای ریشه خوش آمدید. من یکتا هستم از کانال کالمولوژی. با من همراه باشید. مکانی آرام برای خود پیدا کنید و بنشینید و یا دراز بکشید و ستون فقرات خود را در حد امکان در حالت صاف نگه دارید. نیت کنید که در این زمان کوتاه تمام ترس‌ها، احساس ناامنی‌ها را رها می‌کنید و ریشه‌های وجودی خودتون را قوی‌تر می‌کنید. تصور کنید که با هر دم نور طلای رنگ رو وارد جسمتون می‌کنید و با هر بازدم تصور کنید که انرژی‌های راکد و تاریک مثل یک دود خاکستری از بدنتون خارج میشه. همه انرژی‌های منفی خودتون رو از طریق چاکرای ریشه به مادر زمین بسپارید. تصور کنید که از چاکرای ریشه شما ریشه های بسیار قوی و محکم از جنس نور و درخشنده به عمق زمین نفوذ میکنه و ریشه ها از میان خاک ها به سنگ ها میرسن و از میان سنگ ها به لایه های زمین و از لایه های زمین عبور میکنه تا به هسته درخشان و گرم سیاره برسه. حالا انرژی قدرتمند و پایدار زمین از طریق این ریشه ها به سمت بالا کشیده میشن و انرژی حیات رو وارد چاکرای ریشه شما میکنه و این نیلوفر 4 پر و قرمز و درخشنده در حال چرخش و پاکسازیه. مثل یک درخت کهن قوی و ثابت و ریشه دار هستی و هیچ چیزی نمیتونه جلوی این نیروی قدرتمند رو بگیره. در سکوت کامل با همدیگه مانترای مخصوص پاکسازی چاکرای ریشه رو تکرار میکنیم. سکوت رو بپذیرید. در این سکوت فقط حس کنید که بدنتون نفس میکشه و قلبتون میتپه و شما کاملا در لحظه حال هستید. چند
نفس عمیق دیگه با هم میکشیم. این بار با هر دم شانه های خودتون رو آهسته به سمت بالا بیارید و با هر بازدم شانه های خودتون رو به سمت پایین بیارید و تصور کنید که تمام خستگی ها و تنش های امروز رو با هر بازدم از بدنتون خارج میکنید. توجه خودتون رو به درون دستاتون بیارید. حالا حس گرما یا مورمور شدن دارید. این همون انرژی حیاتی زمینه که درون شما جریان داره. این حس رو به تمام بدنتون منتقل کنید. این نشونه اتصال عمیق شما با زندگی و لحظه حال هستش. حالا با من این جمله‌های تأکیدی رو تکرار کنید و اجازه بدید با هر تکرار حس سرزندگی در عمق وجودتون به وجود بیاد. من در لحظه حال هستم. من شایسته ثروت و فراوانی هستم. من به جریان زندگی اعتماد دارم. من نور هستم. من نیروی حیاتی زمین را در خود حس می کنم. من به این جهان تعلق دارم. من شایسته بهترین ها هستم. من قوی هستم. قدرت من از درونم سرچشمه میگیرد. من این زندگی را با تمام وجودم میپذیرم. من مسئول زندگی خود هستم. من آنچه که برای شکوفایی در زندگی نیازمند هستم را جذب میکنم. توجه خودتون رو به ستون فقراتتون برگردونید. حالا اون نور قرمز درخشان رو حس کنید. اون نوری که از ریشه ها تا بالای سر شما میاد. این نور یک ستون محکم و استوار از امنیت و ثبات در مرکز وجود شماست. این نور همون پشتوانه درونی شماست. تصور کنید که این نور قرمز در حال تثبیت شدنه. تمام حسهای خوب و آرامش بخش این مدیتیشن در حال حاضر در این ستون محکم جا گرفته. برای چند لحظه سکوت کنید
و فقط اجازه بدید که نیروی حمایتگر زمین در این ستون نورانی از شما محافظت کنند. شما کاملا ایمن و پذیرفته شده هستید. توجه خودتون رو به تنفستون برگردونید. دم، بازدم. ستون فقرات خودتون رو حس کنید، صاف و قوی. نور قرمز ستون فقراتتون هنوز پابرجاست. حالا انگشتای خودتون رو به صورت آگاهانه خیلی آروم تکون بدید. یک نفس عمیق از بینی بگیرید، هوا رو کمی نگه دارید و از دهان به آرامی بیرون بدید. همه انرژی های باقی مونده رو رها کنید. این حس ثبات و آرامش رو با خودتون به بقیه زندگیتون ببرید و ایمان داشته باشید که هر موقع که احتیاج داشته باشید این حس درون شما وجود داره. حالا خیلی آروم چشمای خودتون رو باز کنید. این حس زیبا و قوی متعلق به شماست. سپاسگزارم که امروز در این مراقبه چاکرای ریشه با من همراه بودید. اگر از این مدیتیشن لذت بردید و احساس آرامش بیشتری درونتون به وجود اومده، لطفا نظر خودتون رو در مورد تجربه‌ای که توی این مدیتیشن داشتید زیر این ویدیو کامنت کنید. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید.